با پشتیبانی از سیاست معارف پرورانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت با دستاوردهای شایسته استقبال نمودن جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار وطنی کامل کاملوف مرکز آموزشی مقصد تأسیس داده شد. باعث قید است که صاحبکار وطنی همچون نشان ارزشگذاری و احترام و صمیمیت بی‌اندازه نسبت شخصیت آموزگار و جهت اجرای دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که از پیام نوبتی برمی‌آید این اقدام نجیب را راه اندازی نمود. عین حال صاحبکار نیت دارد که تا آخر سال 2026 دو فیلیال دیگری مرکز را در منطقه حدود شهر خوجند که کارهای ساختمانی آن با مرام ادامه دارد مورد بهره برداری قرار داده در آینده نزدیک باز مؤسسه‌های تعلیمی دیگری ساحه معارف از جمله مؤسسه تعلیمی تحصیلات تا مکتبی و مؤسسه تعلیمی میانی عمومی را بنیاد و به استفاده دهد. در آشیانه یکمی مرکز بنیاد گردیده 5 صنفخانه برای تعلیمی مجهز با تکنیک و تجهیزات معاصر تعلیمی، 2 اتاق کاری برای ماموریت و آموزگاران و کارمندان و در آشیانه دوم باشد 4 صنفخانه تعلیمی و 1 اتاق کاری آموزگاران موجود بوده. همه صنفخانه‌های تعلیمی مذکور دارای کامپیوتر و تخته‌های کلان حجم الکترونی سنسوری با پیوست و امکانات استفاده برای شبکه گلوبالی اینترنت که همه آنها استحصال دولت‌های خارجی میباشند تامین گردیده. در هر یک صنفخانه تعلیمی عیانیت‌های زمانوی و گوشه‌های اطلاعاتی مربوط به مشغولات‌های تعلیمی نصب کرده شدند. در دایره تطبیق برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی خصوصی برای سالهای 2022-2027 صاحبکاران وطنی با جانبداری از سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بنیاد مکتب و کودکستان‌ها و مرکزهای انکشاف کودک سهمگذاری کرده ایستادند. این امکان می‌دهد که رقابت‌پذیری در گرفتن تحصیلات باصفت تا مکتبی و عمومی خصوصی تامین گردد. هدف از راه اندازی گردیدن این برنامه فراگیری بیشتری کودکان به تعلیم و تربیت تا مکتبی و میانه عمومی خصوصی باصفت و تامین شریکی بخش‌های دولتی و خصوصی به حساب می‌رود.